شاید سوالای من از لابلای سوالای دوستان یکم تکراری در بیاد، اما دوست داشتم دوباره پاسخو بشنوم. سوال من از شاهزاده این بود که شما چند درصد به روی کار آمدن خودتون رأی میدید و نظرتون در مورد جمهوری فدرال چی هستش؟ لطفا منظور من رو تجزیه طلبی برداشت نکنید. حکومت متحده اما با نظارت و رسیدگی بیشتر. و اینکه بعضی از افراد بیش از حد شما رو میپرستن، مثل بعضی که در حال حاضر خامنه ای رو میپرستن. ما هم شما رو دوست داریم اما اونجور افراد نفرت میارن. نظرتون رو در مورد برخورد شما و ما با این گونه افراد چی هستش؟ ممنون از مایکی که داریم. بفهم. باز تکرار میکنم، من تنها چیزی که امروز روش تمرکز حواسم هست و هدف من هست و فراتر از اون هیچ اندیشه و فکری ندارم، رسیدن به مرحله ایجاد شرایط انتخابات آزاد در کشورمون هست تا در اون راستا مردم ایران بتوانند راجع به تمام مسائلی که امروز صحبت میکنیم نظر بدن و رأی نهایی خودشون رو بدن، من جمله بحث یکی از گزینه‌های ممکن در یک قالب حکومت دموکراتیک که بحث فدرالیسم هست. البته من بیشتر به دید یک عدم تمرکز می‌بینم که قبلا هم توضیحش رو بهتون دادم. من الان کاندیدای حکومتی نیستم. اتفاقا اینجور بهتون بگم، ببینید خیلی راست و پوسکنده، اگه قرار باشه بنده در آینده ایران کاری بشم، خودم رو به عنوان کسی که دغدغه حکومت یا دولت داشته باشه اصلا نمی‌بینم. به اندازه کافی آدم مدیر داریم که بتونن بیان نخست وزیر و رئیس جمهور تو مملکت بشن. مسئله من مسائل زیربنایی است. مسئله من حفظ شرایطی است که درش جامعه مدنی بتونه تقویت بشه، اصول پایه‌ای که به دنبالش هستیم در مملکت نهادینه بشه، حق زنان، حق کودکان، عدالت اجتماعی، مسائل از این قبیل دغدغه من هست. نه که سیاست روز دولت چه خواهد بود و کدوم برنامه سیاسی اصلا این مسائل دغدغه و نظر من نیست. من دنبال اداره و حکومت مملکت نیستم. حتی اگه به من این رأیو بدین، میگم آقا من جای دیگه میتونم موثرتر باشم و تجربیات شخصی خودم رو در جای به کار ببرم که ما مسائل زیربنایی مملکت رو تقویت بکنیم، که فکر میکنم دموکراسی در روی این هست. اگه بخواد دوامو بیشتر در اون راستا میبینم. اگرم قرار باشه نقشی داشته باشم به مفهوم نماینده نماد پادشاهی، چنانچه اکثریت مردم ایران به شکل نظام پادشاهی رأی بدن، در همون نقشی است که فکر کنم امروز شما میبینید به عنوان شخصیت‌های در واقع در سطح کشوری که کارش چون کار حکومت و دولت نیست، بلکه همون نقش حفظ و یه نماد یکپارچگی و بی‌طرف فرامسلکی و فراعقیدتی که به نظر من نقش طبیعی و تنها نقش مفید این نهاد میتونه باشه در یک کشوری. میگم این جواب من هست به پرسش شما و واقعا باز میگم من اصلا نگران یا دغدغه این که فردا بخوام کاری باشم یا بخوام فرض بکنید رقابت سیاسی بکنم اصلا ندارم. اون روز بس ببینیم به کجا میرسیم. اگه واقعا نقشی رو بتونم ایفا بکنم فراتر از این چیزی که الان بیان کردم، الان نمیتونم فکرشو بکنم نه جوابشو بدم، چون همه اینا بحث‌های تئوریکه، بحث‌های عملی نیستش. اول مملکتمون رو نجات بدیم. این حرفیه که خیلی عامیانه به دوستان میزنم، میگم ما هنوز خونه رو نساخته، دعوا سر موکت و کاغذ دیواری اتاق داریم میکنیم. این خونه رو اول بریم بسازیم، بعد به اندازه کافی دعوا سر مهندس و نجار و معمار و دکوراتور و رنگ موکت و کاغذ دیواری میتونیم داشته باشیم به صورت متمدنانه و هر کسی این وسط حق صحبتش رو خواهد داشت. اول برسیم به اون آزادی. و باز میگم توقعی که از من میتونید داشته باشید و فعلا بیش از این از من توقع نداشته باشید، اجازه بدید این نقش رو من امروز برای شما همیهنان عزیزم ایفا بکنم، برسونمتون به سرحد انتخاب آزاد. بعد تکلیف هم دیگر رو روشن خواهیم کرد.
من هیچ دغدغه و نظر دیگه ای ندارم که بخوام امروز رقابت نمیدونم شخصیتی و سیاسی با کسی بکنم. من تعریف نقش که برای خودم قائل هستم رو بهتون میگم و پیشنهاد راهی که فکر میکنم بهترین راه برای آزادی کشورمون رو به همتون میدم و اون تصمیم با شماست که این مسئله رو بخواین انجام بدین یا ندین. من هیچ فکری رو من جمله فکر خودم رو به هیچ کسی نه تحمیل میخوام بکنم، فقط میتونم پیشنهاد بدم و امیدوار باشم که این پیشنهاد رو مورد قبولتون قرار بگیره که بتونیم با هم به این آزادی دست پیدا بکنیم. سپاس.